بعضی آدم‌ها از همون لحظه تولد انگار محکوم شدن به فراموشی. این یک قصه است. قصه دختری که پدر شاهزاده بود و مادرش کاباره دار و آخر قصهش به یه اتاق سر توی پاریس ختم شد. قصه نازک پهلوی، دختر کوچکترین فرزند رضاشاه حمیدرضا پهلوی از همسرش هما خامنه بود که جاپای پدرش گذاشت و جنجال‌های زیادی به پا کرد و در نهایت هم سرنوشت خیلی تلخی داشت و توی 29 سالگی از دنیا رفت. قبل از شروع از پایین این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. پدر نازک حمیدرضا پهلوی که در 13 تیر 1311 به دنیا آمده بود، 11مین فرزند رضاشاه و عصمت‌الملوک دولت شاهی بود. تحصیلات ابتدایی رو در مدرسه نظام تهران گذرانده بود. پس از استعفا و تبعید پدر همراه اون به آفریقای جنوبی رفت. بعد از مرگ رضاشاه برای ادامه تحصیل به بیروت فرستاده شد و بعد به نیویورک. حمیدرضا در نوجوانی اهل خوشگذرونی بود. به همین خاطر خانواده ترتیب ازدواجش رو در 19 سالگی با دختر عموی مادرش مینو دولتشاهی دادن و با این ازدواج دختری به نام نیلوفر به دنیا اومد. اما زندگیشون فقط روی کاغذ دوام داشت. مینو از همون اول شرط حق طلاق رو گرفته بود چون خوب میدونست با کی طرفه. چند ماه بعد طلاق گرفت و رفت و از اونجا بود که حمیدرضا سقوط کرد. حمیدرضا در یکی از محافل شبونه با هما خامنه آشنا شد، زنی زیبا اما آلوده به هروئین و غرق در دنیای تاریک شب‌های تهران. رابطه‌شون پر از دروغ و جنجال بود، اما هر دو به هم وابسته بودند. از دل همین رابطه نازک و برادرش بهزاد به دنیا اومدن. دو بچه‌ای که از همون اول خانواده سلطنتی وجودشون رو انکار کرد. رضاشاه و حتی محمد رضا نمیخواستن نام پهلوی کنار اسم این زن بیاد. برای همین بچه‌ها شناسنامه نداشتن، مدرسه نرفتن و سالها از چشم دنیا پنهون شدن. تنها چیزی که داشتن یه مادر بیمار و یه پدر غایب بود. یکی از تاریک‌ترین فصل‌های زندگی حمیدرضا مربوط به زنی به نام فلوره، دختری جوان که با اون رابطه داشت و ازش باردار شد. وقتی فلور گفت نمیخواد بچه رو از بین ببره، حمیدرضا وحشت زده شد. نمیخواستی رسوایی جدید دامن خاندان رو بگیره. روزی همراه هما به خونه فلور رفت و بعد از اون دیدار فلور دیگه هیچ وقت دیده نشد. سالها بعد روزنامه‌ها فقط نوشتن ماجرای قتل زنی که نامش در دربار ممنوع بود. حمیدرضا مدتی از کشور فرار کرد و بعد برگشت بدون اینکه هرگز محاکمه بشه. در ایران اون دوران قانون برای شاهزاده‌ها معنی نداشت. بعد از اون رسوایی‌ها دربار تصمیم گرفت نازک و برادرش رو از ایران دور کنند. اونها رو با شناسنامه جعلی به لندن فرستادن به اسم دو بچه یتیم بدون هیچ نسبتی با خاندان پهلوی. نازک در لندن درس می‌خوند، اما تنهایی درونش رو می‌خورد. نه مادری بود، نه پدری، نه حتی نام واقعی. در 18 سالگی به پاریس رفت، جایی که وارد دنیای زیرزمینی مدلینگ و سینمای تاریک شد. همونجا بود که برای همیشه گم شد. بچه‌هایی که نه عشق دیده بودن، نه آرامش، نه خانواده. بهزاد عصبی، پرخاشگر، بی‌نظم و مضطرب بود و نازک ساکت، خاموش، گم شده لای نامه‌هایی که از تهران براش میومد و هر بار حالش رو بدتر میکرد. مسئولان مدرسه میگفتن هر بار مادرشون تماس میگرفت یا نامه‌ای میرسید روحیه‌شون فرو میریخت. انگار یه موج سیاه از تهران میومد و میرسید به مونترو. برای همین مدرسه مجبور شد تلفن‌ها رو کنترل کنه، نامه‌ها رو سانسور کنه، بچه‌ها رو از مادر دور نگه داره. اما زخم‌هایی که از قبل توی دلشون بود عمیق‌تر از این حرفا بود. سالها بعد وقتی نازک بزرگ شد، نه خانواده داشت نه تکیه‌گاه. توی اروپا تنها زندگی میکرد و کم کم سر از دنیایی در آورد که پر از سوء استفاده، اعتیاد، فشار روحی و انتخاب‌های تلخ بود. برای فرار از فقر و تنهایی وارد صنعت فیلم‌های غیر اخلاقی پرن شد. با یه هویت جدید، یه نام جعلی و صورتی که هیچ کس نفهمید پشتش چه گذشته‌ای پنهانه. 29 سال بیشتر نداشت که خبر مرگش رسید. توی پاریس، بی صدا، بی توضیح، بی خبر. خاندان پهلوی هیچ وقت توضیح ندادن چی شد، چطور مرد، چرا مرد، چه کسی کنارش بود، هیچ چیز. اونقدر بی اهمیت بود که حتی قبرش هم بی‌نامونشون موند. بهزاد برادر نازک کمتر دیده شد، اما سرنوشتش آرومتر نبود. در آمریکا وارد محافل عجیب شد، فرقه‌های شبه مذهبی، سفرهای عجیب و ناپدید شدن ناگهانی. سال 1983 در اسپانیا مرد، دفن شد و هیچ کس حتی سر خاکش نرفت.
سال 57 خانواده سلطنتی فرار کردند، اما حمیدرضا نه. چرا؟ چون سالها بود با خانواده قهر بود، چون کسی نبود که بخواد باش بره، چون خودش رو عضو خانواده نمیدونست. ایران موند بی پول و تنها و زخمی. بعد از انقلاب به خاطر مواد چند بار دستگیر شد. در زندان بسیار آروم بود، مثل کسی که از زندگی دست کشیده. گزارش‌ها میگن اغلب ساعت‌ها ساکت گوشی سلول می‌نشست و فقط به دیوارها نگاه می‌کرد. انگار چیزی از اون باقی نمونده بود. سال 1371 یه روز معمولی حمیدرضا در تهران مرد. نه تاجی، نه خانواده‌ای، نه تشریفاتی، نه عزتی. در سکوت، در گمنامی، در تنهایی. محل دفنش به زهرا، قطعه 76 ردیف 27 شماره 64. پایان آخرین پسر رضاشاه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرتون رو از پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید. تا قصه بعدی، درود و 2 ساعت بدرود.